سلام، صبحت بخیر. دیدی وقتی از خواب پا میشیم یه سری کار رو هر روز دقیقاً به یک شکل انجام میدیم. انگار ذهنمون از قبل طراحی شده که این کار رو با این روش، به این ترتیب، به این مدل تکرار بکنیم. خیلی رندومن. شاید اصلا وقتی هم که داریم انجامشون میدیم فکرمون یه جای دیگه باشه. ولی میخوام بهت بگم زندگی دقیقاً همینه. انجام دادن یه سری کارهای تکراری به نحو احسن که یا خودمون به صورت مسئولیت رو بار خودمون گذاشتیم یا بقیه به ما سپردن و دل خودشون رو آروم کردن. ولی وقتی بهش عمیق‌تر نگاه میکنیم میبینیم همین کارهای جزئی تکراری روزانه چقدر قشنگ و تو دل خودشون بامزن. یعنی وقتی یه نگاه بزرگتری داریم به کارهای زندگیمون اساساً خیلی کم پیش میاد که کارهای غیر تکراری انجام بدیم که به نظر من زندگی هنر استفاده از تک تک این لحظه ها به صورت جادوییه. باور کن.